نمیمونم کندن دروازه من نگاه کنیم کودکای مرا ترسوندن برو ساید دهنی دروازه برو بگیره. صاحبان 7 منزل استقامتی در کوچه نوروزی شهر وحدت در برابر طلب کارمندان پلیس، دادستانی و شرکت ساختمانی محودین سروش نمیخوان منزلهای خود را ترک کنند. ما 5 گودک دارم دامگیره بگو پیش ما بیاید ما قطعی گودکام گیجا میرم بای خانه چپا میکدن ها؟ چون میگیستم من صاحب خانه ایم چون میگیستم به خانه من گیجا میرم خانی من را چپا میکنه مرا میگرفتیا در گیجا مرا میگرفتن اوسو شیدم میروارده کنی خانی ما که من برم من قانونی دولت قطعی سیانکه میکنم من نماینده قانون تلفن تا مرا بته من سیانکه میکنم به ایجاد. اما صرف نظر از ناراضگی های ساکنان طوری در عکس و ویدیوها دیده می شود روز 21 نوامبر مقامات با تراکتور و بولدوزرها به تخریب منزل ساکنان شروع کردند. در نوارهای ویدیویی که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود کارمندان پلیس دروازه منزل آنها را با زور باز نموده وارد می شوند و طلب می کنند که خانه های خود را برای شرکت ساختمانی محودین سروش خالی کنند. اکا همین خدانالا تمام خونه ما یکا چه تو نمیخوادی کورمان دیگه خونه ما یکا من به خانه نداده گیجا میرم 5 نفر بودقتی این ایش خونه ما گودقتی گیجا میرم خانه ما میگرنی ما گیجا میرم بگو خانگیری پدرنامت مده خانه میبرم میشینانم و میاید چپا میکنه من اصلا فرزم پالکونه خونه تایرون چون خودش نمیایی قدام سازه زور است پلته ملته خانه ته ساکنان این حوله ها میگویند از سال 2022 به این طرف این شرکت با چه راهی و بی‌رازگی آنها قرار حکومت وحدت را برای ساختمان دریافت کرده است و با تکیه به آن تلاش دارد آنها را از اینجا بیرون کند. رئیس شرکت ساختمانی سروش آدینایف به زنگ‌های ما جواب نداد، ولی به نقل صاحبان منزل‌ها در نیمه اول روز جمعه سروش آدینایف به نزد صاحبان منزل‌ها آمده با آنها وعده داده است که در نزد مرکز ستاره که این محل با نام پژارکا معلوم است منزلی 3 اتاقه داده تا زمان آماده شدن خانه‌های وعدگی هر ماه پول آنها را خواهد پرداخت. حالا در صحبت به ما ساکنان این حوله ها گفتند که بار و بخچه‌هایشون را جمع کردند و رئیس شرکت آمده آنها را میبرد. چی ده میره؟ بیا یگان جدا هسته که خانی آدم بگی به خانه بسته